میشینی در مغازه خاله معصومه و غذا رو امتحان میکنی. نظر شما چه آقا معراج؟ میزانه. به به به. میخوایم بریم پیش خاله معصومه یکی از خوشمزه ترین غذاهای چینی امتحان کنیم. بیای. اسم این غذا جیانبینگه. این غذا غذاییه که به شخص جون منو نجات داده. اون اوایل که به چین مهاجرت کرده بودم و با غذای چینی آشنایتی نداشتم، هر روز مهمون خاله معصومه بودم. اول از همه یه خمیر نازک رو میریزنش روی تابه داغ تا کم کم خودشو بگیره. حالا نوبت تخم مرغه که بهش اضافه میکنن. بعد پیازچه، مرغ یا سوسیس چینی که اصلا سوسیسای چینی رو بهتون پیشنهاد نمیکنم بهش اضافه کنید. واقعا طعم خوبی نداره. پانیو خنده. قیمت این غذا هم توی چین براتون در میاد حدوداً 12 یوان. یکم سس مخصوص چینی میمالن روش. این سسی که بهش میگم نزنه یکی از تندترین سساییه که میتونی امتحانش کنی. البته این سس تنده که همه چی خاص میکنه و یه نون تورت که مثل چیپسه بهش اضافه میکنه. خندی اگه اومدید چین حتما این غذا رو امتحان کنید. حالا یه سوال، اگه گفتید ما ایرانی‌ها چرا بهش میگیم خاله معصومه؟ منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم. راستی من پوریا هستم، دانشجوی دندان پزشکی در کشور چین. اگه دوست داری با زندگی روزمره من همراه باشی پیج فالو کن. ششه پنیو. بای.